معین صدایی که خیلیا باهاش عاشق شدن، ولی زندگی عاشقانه خودش اونقدر آروم پیش نرفت. اون که در دنیای موسیقی با عنوان جاودان صدای عشق ازش نام برده میشه 2 بار ازدواج کرده. اما علت جدایی از همسر اولش چی میتونه باشه؟ و از اون عجیب‌تر این که چرا هیچ وقت چشمای معین رو ما نمیبینیم؟ پشت اون عینک آفتابی چه چیزی هست که معین نمیخواد کسی ازش مطلع بشه؟ در ادامه با هم میبینیم. نصرالله معین نجف آبادی در سال 1330 در شهرستان نجف آباد اصفهان در خانواده مذهبی و از نظر مالی در سطح متوسط به دنیا آمد. اون در خانواده 13 نفره همراه با 3 برادر و 7 خواهر بزرگ شد. معین فرزند 7م خانواده است. 2 برادر، 2 خواهر و پدرش چند سالی هست فوت کردند. از دوران کودکی علاقش به آواز رو نشون داد و در دوران نوجوانی و جوانی قاری قرآن بود و همچنین اشعار شعرای بزرگ و با لحنی زیبا میخوند. اون در همون دوران با دوستان خود در مجالس شادمانی برنامه‌های بسیاری در شهر خود و دیگر شهرهای استان اصفهان اجرا می‌کرد. در سن 18 سالگی نزد اساتید آواز اون زمان همچون تاج اصفهانی و حسن کسایی به یادگیری گوشه‌ها و دستگاه‌های آواز ایرانی پرداخت. از سال 1352 تا 57 در هتل عباسی اصفهان و کاباره 1001 شب به اجرای برنامه مشغول شد. اون در رشته موسیقی ادامه تحصیل داد. معین اولین آهنگ خودش رو در سال 1357 وقتی 27 ساله بود با عنوان یکی را دوست می‌دارم روانه دنیای موسیقی کرد. اما نکته مهم این بود که یکی را دوست می‌دارم با ترانه‌ای از مسعود امینی و آهنگی از معین آنچنان در میان مردم جا باز کرد که این اثر بعد از مدتی کوتاه از مرزهای ایران گذشت و توسط خوانندگان ایرانی که بعد از انقلاب به آمریکا مهاجرت کرده بودند خوانده شد. هایده، ابی و عارف از جمله معروفترین این افراد بودند. معین یک شبه راهیو که بسیاری برای اون سالها کار کرده بودند پیمود و به آوازخوانی نامی تبدیل شد. عود و گیتار از سازهای تخصصی معینه و در تمام مدت فعالیتش سبک موسیقی پاپ فارسی و اصیل ایرانی رو حفظ کرده. خانواده معین کاملاً مذهبی بودن. معین هنوز هم تعصبات مذهبی خودش رو به شدت حفظ کرده. خمس و زکات خودش رو هر ساله پرداخت میکنه و در ماه‌های حرام و روزهای وفات کنسرت برگزار نمیکنه و عواید برخی از کنسرتاش رو به یکی از مؤسسات خیریه معروف تهران اهدا میکنه. شایعات زیادی از فعالیت‌های غیر شرعی او در آمریکا مثل قمارخانه و مشروب فروشی به گوش میرسه که اون بارها تکذیبشون کرده و خودش رو مقید به دین اسلام میدونه و تنها راه درآمدش رو خوانندگی و تدریس عنوان کرده و گفته از مشروب متنفره. به گفته خودش صبح‌ها 2 بار از خواب بیدار میشه. یکی قبل از طلوع آفتاب ساعت 6 برای نماز صبح و بعد دوباره میخوابه و ساعت 9 بعد از طلوع آفتاب بیدار میشه. هر روز صبحش با اخبار ایران شروع میشه و قبل از هر کاری خبرهای مربوط به ایران رو پیگیری میکنه. در سال 57 بود که خوانندگی در ایران دچار محدودیت شد و خیلی از خوانندگان به آمریکا مهاجرت کردند. اما معین قصدی برای خروج از ایران نداشت تا اینکه در نهایت در اواخر سال 1359 ابتدا ایران را به مقصد اسپانیا ترک کرد و بعد از مدتی اقامت و فعالیت کوتاه در این کشور به کمک هایده به کشور آمریکا پناهنده شد. سال 1360 معین فعالیت خوانندگی خودش رو به طور جدی در آمریکا آغاز کرد و نخستین آلبوم مستقل خودش رو با نام میپرستم منتشر کرد. 2 سال بعد آلبوم کعبه و سال 1364 انتشار آلبوم هوس معین رو حسابی در میان مردم محبوب کرد. اون در طول دوران فعالیت خود با شماری از سرشناس‌ترین چهره‌های موسیقی پاپ ایران همچون صادق نوجوکی، منوچهر چشم‌آذر، آندرانیک، جهانبخش پازوکی و ترانه‌سرایان سرشناس مانند لیلا کسری، هما میرافشار و اردلان سرفراز همکاری و نیز با هایده همخوانی داشته.
این خواننده سرشناس در سال 1368 با همکاری هایده آلبوم مشترک گل‌های غربت یک رو منتشر کرد و تونست جزو پرفروش‌ترین آلبوم‌های اون سال بشه. این خواننده محبوب در سال 1368 در سن 38 سالگی با خانمی اسپانیایی ازدواج کرد. اون در همون سال آلبوم صبحت بخیر عزیزم و روانه بازار کرد. 2 سال بعد یعنی در سال 1370 اولین فرزندش پریچه متولد شد و معین در همین سال آلبومی به همین نام منتشر کرد. بعد از 6 سال زندگی مشترک در حالی که دخترش 4 سال بیشتر نداشت در سال 1374 از همسرش جدا شد و دخترش را در نزد خودش نگه داشت. به گفته خود معین علت جدایی از همسرش تفاوت فرهنگی زیادی بود که با هم داشتن. اون تا مدتی با دختر خردسالش تنهایی زندگی میکرد و در این زمان آهنگ بابا چشماتو واکن و ببین و برای حال روز دخترش که از مادر جدا شده بود خوند. اون در سال 1378 بعد از 4 سال تنهایی برای بار دوم ازدواج کرد. همسر دوم او خانمی ایرانی به نام پانتا است که از او دختری به نام ستاره داره که ازدواج کرده و متأهله. معین همکنون مقیم آمریکاست و در لس آنجلس زندگی میکنه. معین با انتشار آلبوم پریچه در سال 1370 با آهنگ‌هایی از فرید زولان و بیژن مرتضوی بار دیگه پرفروش‌ترین آلبوم سال رو منتشر کرد. معین در طول دوره فعالیت خود برنامه‌های گوناگونی رو در سراسر جهان اجرا کرد. از جمله کنسرت‌های موفق و میتوان به کنسرت در یونیورسال آمفی‌تئاتر در لس آنجلس در سال 1992 به سرپرستی آندرانیک اشاره کرد. سالهای زیادی شایع شده بود که معین به دلیل نابینایی هر دو چشم عینک آفتابی میزنه، در صورتی که همچین چیزی صحت نداشت و به گفته خودش به دلیل مشکلی که در کودکی برای چشماش پیش میاد در 3 سالگی یک عمل جراحی انجام میده که چشماش رو به نور حساس میکنه و از اون زمان به بعد طبق توصیه پزشکش عینک آفتابی میزنه. در سال 1379 معین آلبوم پرواز رو منتشر کرد و 2 سال بعد آلبوم لحظه ها رو روانه بازار کرد. در پاییز سال 1386 معین 25مین آلبومش به نام طلوع رو که حاصل همکاری او با بابک بیات صادق نجوکی بود منتشر کرد و در نهایت بعد از 12 سال تصمیم گرفت آلبوم جدید ماندگار رو منتشر کنه و گفته میشه که این آخرین آلبوم اون بود که در سال 98 عرضه شد. معین از سال 98 به بعد به جای انتشار آلبوم به تک آهنگ رو آورد و دیگه آلبومی از او دیده نشد. اون یک شرکت موسیقی به نام پریچهر آواز هم داره.